وقتی که هر بار در همین سرود ملی بیاییم به اون مصرعی که تو از امید رفتگان ما نشانه ای، شما در پیش رو بیارید که معنیش این است که تاجیکستان تو از همون تمام نسل‌های گذشته ما، از همون قدرت‌های ما، از دولت‌های ما آخرین نشانه هستی که باقی موندی. بنابراین وقتی همون مصرع میبید که تو از امید رفتگان ما نشانه ای و از وجودتون گذرد که یعنی مراجعت میکنیم به تاجیکستان که تاجیکستان تو آخرین نشانه از همون دولتداری، از همون بزرگی، از همون تمدن، از همون تاریخ ما هستی و ما تو را حفظ میکنیم. یعنی هر بار صدا دادن همین سرود باید یک تعهد، یک بیعت بین ما و همین کشور در دلمون گذرد و همون وقت این مفهوم در ذهن میشیند.